سلام دوستان، من زینب هستم، مدرس زبان انگلیسی و عاشق استفاده از تکنولوژی در آموزش. همه ما میدونیم که یکی از بزرگترین چالش‌ها در کلاس زبان انگلیسی تشویق دانش آموزان به صحبت کردن و نوشتن هست. چطور میتونیم اونها رو وادار کنیم که بیشتر صحبت کنن، بنویسن و مشارکت کنن، مخصوصا دانش آموزایی که خجالتی هستن. امروز میخوام یه ابزار بسیار جذاب به نام ووکی رو به شما معرفی کنم که میتونه این مشکل رو حل کنه و یادگیری زبان رو برای دانش آموزان سرگرم کننده و تعاملی کنه. ووکی امکانات زیادی داره که در نسخه پولی فعال میشن، اما همین نسخه رایگان هم برای ما معلمان خیلی مفیده. خب حالا بیایم با هم یک ووکی رو بسازیم. اول از همه ووکی رو توی گوگل سرچ کنین، سایتش بالا میاد، روش کلیک کنین تا بتونین وارد سایتش بشین. اینجا میتونید تراید ایز فری رو بزنین یا لاگین رو بزنین. اگر اکانت داشته باشین که لاگین رو میزنین وارد میشین، اگر اکانت نداشته باشین ساین اپ هیر رو بزنین و ثبت نام کنین، اکانت بسازین که من اکانت دارم، لاگین میشم. خب اینجا ووکی هایی که ساختم رو نشون میده. اگه بخوام ووکی جدید بسازم کرییت نیو رو میزنم. خب میبینین که یک کاراکتر متحرک رو من روی صفحم دارم. وقتی که موس رو حرکت میدم سرش و چشماش با حرکت موس من تکون میخوره. اینجا میتونین کاراکترتون رو عوض کنیم. کاراکترهای مختلفی وجود داره. تو قسمت پولیش خب بیش خیلی آپشن داریم، ولی همین کاراکترهایی هم که توی نسخه رایگانش هست رو هم کار ما رو راه میندازه. میتونین از بین این کاراکترها یکی رو انتخاب کنین. مثلا من میتونم بیام اینجا اینو انتخاب کنم. حالا میتونم رنگش رو تغییر بدم. مثلا اینو میزنم، لبش رو مثلا قرمز، چشماش مشکی، موهاش مشکی، یا لباسش رو میتونم تغییر بدم. حتی میتونم بک‌گراندش رو تغییر بدم. مثلا یه بستگی به خودتون داریم. مثلا من طبیعت رو دوست دارم، میتونم بهش طبیعت رو اضافه کنم، مثلا این. خب وقتی که کارتون با کاراکتر، با ادیت کاراکترتون تموم شد، میتونیم بریم قسمت آخر، اینجا وایس و وایس رو اضافه کنین. اینجا چند تا آپشن داره، 3 روش برای اضافه کردن صداتون هست. میتونید تکست رو وارد کنین. مثلا بزنم Hi everyone, my name is زینب. خب اینجا میتونین مثلا صدای بزرگسال رو انتخاب کنین، میتونه بچه باشه، صدای بچه باشه یا ربات باشه. لهجه رو میتونین انتخاب کنین که بریتیش باشه، امریکن باشه، و همینطور صداهای مختلفی رو میتونین انتخاب کنین که اینجا شما میبینید. حتی جلوش نوشته. مثلا من بت رو انتخاب میکنم. اگر هم نخواستین تکست اضافه کنین، صداتون رو ضبط کردین، میتونین اینجا اینو میزنین آپلودش کنین. صدای ضبط کرده‌تون رو میتونین اینجا آپلود کنین که محدودیت داره تا 60 ثانیه، یا هم میتونین مستقیم صداتون رو ضبط کنین. خب تنها کاری که باید بکنین روش کلیک میکنین. Hello everyone, I'm Zainab and I'm so excited to welcome you to our class. Today, I want to show you a fun way to learn English using Woki. With Woki, you can create your own character, type a message, or even record your voice. I've been using technology in teaching for many years, and what
excites me most is seeing students actively doing and practicing English instead of just listening to me. خب بیا اینو استاپ کنیم. داره آپلود میشه، خیلی سریع هم آپلود میشه. این قابلیت برای آموزش مهارت‌های صحبت کردن، نوشتن، شنیداری خیلی عالی هست، چون مثلا برای قسمت تکست بچه‌ها میتونن تکست رو بدن و وکی براشون صدا رو بسازه. خب میتونن هم نوشتن رو، هم رایتینگ رو و هم پرونانسیشنشون رو، لیسنینگشون رو تقویت کنن، یا هم میتونن صداشون رو ضبط کنن، صدای خودشون رو ضبط کنن که صحبت کردن، اسپیکینگ رو میتونن به این طریق تمرین داشته باشن. خب بعد از اینکه کارتون تموم شد یادتون نره سیو رو بزنین، بهش یه اسم بدین، مثلا همین زینب، چون یه اسم دیگه من دارم، زینب 2 میزنم و 3. خب ببینین میتونید وکیتون رو حالا شیر کنین. اگر من روی این کلیک کنم به من URLش رو داده، میتونم کپی کنم و اون رو توی پلتفرم های دیگه پیستش کنم. امیدوارم این آموزش برای شما مفید بوده باشه. اگه سوالی داشتید خوشحال میشم در بخش نظرات با من به اشتراک بذارید. یادتون نره ویدیو رو لایک کنین و کانال رو دنبال کنین تا آموزش های بعدی رو از دست ندید.